گل موی یا گل لاله وحشی گیاهی زیبا و عطری است که به خاطر شکوفه‌های سفید و خوشبو خود مشهور است. در ادامه به تشریح شرایط نگهداری این گل می‌پردازم. یک، نور. گل موی معمولاً به نور غیر مستقیم خورشید نیاز دارد. در زیستگاه طبیعی خود در سایه درختان و زیرپوشش گیاهان دیگر رشد می‌کند. بنابراین نور مستقیم خورشید ممکن است به آن آسیب بزند. دو، آبیاری. این گل به خاک مرطوب نیاز دارد، اما باید مراقب باشید که خاک بیش از حد خیس نشود. آبیاری منظم و ملایم به ویژه در فصل رشد بسیار مهم است. خاک باید بین آبیاری‌ها کمی خشک شود، اما هرگز به طور کامل خشک نشود. سه، دما. دمای ایدئال برای گل موی بین 15 تا 20 درجه سلسیوس است. این گیاه تحمل سرما را دارد و به خوبی در بهار و اوایل تابستان رشد می‌کند. 4، خاک. بهترین خاک برای گل موی خاکی بازه‌کشی خوب و غنی از مواد عالی است. خاک‌های سبک و کمی اسیدی مناسب هستند. 5، رشد و تکثیر. گل موی در مناطق سایه‌دار و مرطوب بیشترین رشد را دارد. این گیاه به صورت گسترش ریشه‌ای تکثیر می‌شود و می‌تواند به مرور زمان به یک توده بزرگ تبدیل شود. 6، آفات و بیماری‌ها. مراقب آفات مانند شته‌ها و بیماری‌هایی مانند کپک خاکستری باشید. در صورت مشاهده علائم ناخوشی می‌توانید از سموم طبیعی استفاده کنید. اهمیت این گل بیشتر به دلیل عطر جذاب و زیبایی ظاهریش است. بنابراین شرایط مناسب نگهداری از آن به شما کمک می‌کند تا از زیبایی و عطر دلانگیز آن بهره مند شوید.